The Taliban regime collapsed in Afghanistan, leaving behind a trail of hunger, misery, and suffering. The Afghani people struggle against death on a daily basis. The tears of grief-stricken mothers weeping at their children's graves are met with nothing but silence. Baran, Baran, Baran. اول از اینکه این اسم یک کاراکتره تو فیلم، باران اسم کاراکتره، اسم همون دختر افغانیه که تو فیلم به اسم باران هستش. بعد باران سمبل پاک کردن، شستشوه. یعنی این هست تو همه فرهنگ‌ها که وقتی بارون میاد همه چی رو تمیز میکنه، میشوره و خیلی لطیفه، خیلی زیباست. باران تراوت داره و یه جوری مثل خود این دختر است، مثل این عشقی که میاد و در واقع لطیف رو مثل یه خوابیه که بیدارش میکنه. این بارون میاد و لطیف رو، چون باران تو این فیلم مثل یک رویاست بین واقعیت و خیاله، اینکه انگار هست یا نیست. هم عشق، هم متعلق به یک سرزمینیه که این گم شده تو تاریخ. یعنی افغانستان واقعا انگار نیست تو این تاریخ، گم شده. الان خیلی به افغانستان همه چا صحبت میکنن، CNN همینجا، ولی افغانستان سالهاست که گم شده. و الان که آدم میریم تو افغانستان، شما وقتی میرین باور نمیکنین که اینجا چطور ممکنه که تو قرن 21 آدم ها اینجوری زندگی میکنن. انگار 500 سال تاریخه، یعنی نمیفهم آدم، انگار تو تاریخ گم شده این افغانستان. Born in 1959 in Tehran, Majid Majidi is a director of the film Baran, winner of the Grand Prize of the Americas at the Montreal World Film Festival. It is a prize the director has already won twice before. Once in 1997 for The Children of Heaven, and again in 1999 for The Color of God.